انا همین است برادران. در فاکولته زبان و ادبیات میخوانم. در دو عملیات آخرین تروریستان نقش اساسی را به عهده گرفته بود. حتما باید او را یابیم. احتیاط شوید بچه‌ها. از پلیس ها نفرت دارند. گویا ما برای جنگ به اینجا آمده باشیم. انشالله بخیر. بچه‌ها بیایید اول فاکولته زبان و ادبیات را یابیم. میبخشید فاکولته ادبیات در کجاست؟ گم شو از اینجا فاشیست. این رو بینید؟ چی پلیس شدیم گفتم ما رو بد میبینید؟ به تربیه. خدایا تا این دانشجویان را ببینید. باز شرم نکردن آنها در دانشگاه میخوان. فاکولته ادبیات در این طرف است. رفتیم. بینید بچه ها، این مگر همان نیست؟ رفتیم زودتر. ای برادر، ایستا میگویم. کجا گم شده رفت؟ اکا چی کار کنیم؟ بس این فادر آمده بینیم. نه لازم نیست. دانشجویان خاطر می شوند. میدونید که رکتور بسیار مرد حساس است. اگر یگان حادثه شود سری هممان در بلا نباشد چی کار کنیم؟ من رفته تشنان را ببینم. شما باشد گرد اطراف را بینید زودتر. خوب شده است. یگان کس هست؟ هست. معذرت میخواهم. چیکار میکنی؟ در اینجا بدانی من مگر کاری بد است؟ بله، اینجا برای دانشجویان است. از اینجا دفع شو. در دانشگاه پلیس را دیدن نمیخواهند. برآمده رو نباشد شکایت میکنیم. فهمیدی؟ مایلش خوب شد است. آروم شوید. نمیخوام که به ترتیبی روی بیاد. نباشد برآمده رو.
انشالله مادر جان امروز جواب امتحان معلوم میشد آخرین درس میباشد از اینم گذرم دانشگاه رو ختم میکنم انشالله پسرم کاش پدر زنده میبود این روزها رو میدید خیر چیکار کنیم در نصیبمون همین بوده است همین که ختم کنم به سر مزارش میروم میگویم عربی پسرت مسئول شد پسرم خداوند به همه تو بر این پسر رو نصیب بیند اگر از امتحان نگذری چی؟ نه مادر جان چی خیلی نگذاشتم حساب کنید که ختم کردم اکنون در یک جا کار میافتم دیگر هرگز شما عذاب و مشقت نمیکشید شما برای مرا خواندن بسیار عذاب کشید مردم نمیشنوید نتیجه امتحان ها معلوم شد قادر نمیشنوی و تو میگویم نتیجه امتحان ها معلوم شد مادر جان نتیجه امتحان معلوم شد من با شما بدتر زنگ میزنم از من منتظر خبری نیک باشید مایلش پسرم مایلش منتظری خبرهای خوش میباشم مادر جان گریه نکنید مرا هم گریان میکنید خیر مایلش بدتر زنگ میزنم مایلش پسرم جای نیست پس از کجا میابیم؟ در حاجت خانه یک نفر بود اما وقتی که دانشجویان در آمد یگان کاری کردن باید احتیاط شوی اگر یگان کاری ناجا کنیم دنیا در طرف میخیزانند در پایان نفرهایی را دیدم که برای فتنه انگیزی فرصت میجویند ما اگر او را یابیم تمام کارمان حل میشود ان شاء الله راست میگویی که میرویم بچه‌ها کجا شدی؟ نپرس در همه جا کارمندان مقامات میباشند پلیس بودن؟ نه تعیینات مخصوص آنها به دانشگاه در آمدند یکی از آنها مرا نظارت میکرد پس چیکار میکنیم؟ چگونه بگراو میگیریم؟ آخر با سلاح در آمدن نمیتوانیم دوستم نترس من کیهو با سلاح ها رو به درون در آوردم بودین در کجاست؟ نمیدونم انا آمد کارمندان تعییناتی مخصوص را دیدید؟ ما را میکوبن زودتر از اینجا گریزیم دیوانگی نکن چخل گرفتن ما با اینجا آمدیم که کارها رو تمام کرده بعد رویم از عملیات باز نمیگردیم نقشه را چیکار میکنیم؟ مجبوریم تغییر دیم سلاح در کجاست؟ در دستی من چیکار میکنیم؟ او را میکشیم یا اینکه بگراو میگیریم؟ اول او را بگراو گیریم بعد میبینیم سلاح را ده مایلش هماش امروز حمل میکنیم هماش فهمیدید؟ آیا اشتباه شده باشد؟ 35 خال نوشته است نه نباید این خیلی باشد از امتحان نگذاشتم مرا نگذراندند قادر آرام شو رفته با آموزگار گپ میزنیم آخر با آموزگار چی گپ زنم؟ آخر من چیتر با مادرم فهمانم من گفتم که ختم میکنم مادر جان نگران نشو من چیتر کامیاب نشد خیر مایلش غمگین نشو این پسر برای ما لازم میشود قادر برادر چی شد؟ بخیر است؟ برای امتحان تیاری خوب دیده بودم از درس ماندم استاد سلیم مرا بهای خوب نداد آخر سلیم استاد آدم هم نیست آدمی پست است تمام دخترها رو میگذراند اما من بیچاره ها رو نه فرصت مناسب پیدا شد همه رو به اروا انداز ما استاد رو نصف میکنیم فهمیدی برادر؟ قادر برادر نگران نباش خواهد نخواهد این آدم جواب میده چون که حقت را گرفته است حق دادن نمیشود حق را میگیری اگر لازم شود مجبور میگیری همی خیلی نه قادر؟ انا بیناموس در اونجا حاضر حل میکنیم میرویم استاد یک دقیقه این چی کاری کردت بود؟ چیکار کردم؟ شرم نمیداری حق این بیچاره را میخوری در ده یک مادری پیر دارد او را به زور میخوانند خواهش میکنم در کار نیست بس کنید دمت را گیر از دست من چیزی نمیآید من به کاغذهای امتحانی دیده بها میدیم دفعه دیگر خوب تئوری دیده از امتحان میگذرد
ای استاد رفیقانم رو مجبور میگذرانی. آیا شما راهزن هستید؟ از دست نروید. اگر نرویم چی؟ التجا میکنم بس کنید دکتر. پدر و مادران ما در زمین کشتزار در فابریکا و زوادها کار میکنن تا اینکه ما علم گیریم شما باشد حق فرزندای ما را میخورید. این خودش چی گپ است؟ از بالای همتان شکایت میکنم. از بالای همتان. همراه ما میره استاد. سرده. بلند. اوگور زودتر ماشین را بیار. میکنید؟ شما چیکار میکنید؟ شما چیکار میکنید؟ نوشو. دمت را گیر. این کارو نکن. حیات همه رو در خطر میمونی. نیست اکا این جوان که ها باز گریخته گم شده است. نباشد بیایید به شوبه میرویم. اگر اگان خبر شد به ما میرسانند. یک دقیقه بچه ها. چی شد اکا؟ سرده. مرا سرده. اگر صدایت رو بروی تو رو میکشم. بلند. این کاری کرده شما جنایت است. دمت را گیر. تو چی ها میگویی؟ ما حقوق تو را حمایت میکنیم. من به او حقوقم را نشان میدم. دیگر اگون حیوان لاشخور حق ما را خورده نمیتواند. پیش درو. رفتیم. سوار شو. خیلی سوار شو. زودتر. سوار شو. سوار شو. سوار شو. سوار شو استاد. زودتر. سوار شو نباشد تو را پاره پاره میکنیم. ظریف او در همینجاست. ایدین در همینجاست. سلاح و دستان. سلاحایتان را به زمین پرتایید. سلاحتان را پرتایید. به زمین. پنهان شوید. به زمین خواب روید. زودتر خواب روید. زودتر. میگوریزم. من رفتم ماشین را میارم. مایلش. بهترش تسلیم میشیم. همه ما رو میکشن. اما این کار رو به خاطر تو بگیریم. چرا تسلیم شویم؟ یا زودتر میرویم. بگو زودتر ماشین رو ران. زودتر. ظریف زودتر خبر ده. رقم ماشین 34 خای ام 02. ظریف زودتر باش. زودتر. در حال اعلان میکنم. اقرب دو. از کجا شد؟ یک ماشین آمد. زودتر سوار شوید. زودتر. ماشین 34 خای ام 02. رفیقان زودتر. والتر زودتر سوار شو. رقم ماشین خای ام 02. از خفای ما میآیند. به کجا رویم؟ به خیابان فرخت تپه. التجا میکنم مرا فرارید. سری مرا هم در بالا میمونید. این کار را برای تو میکنیم. اکنون تو با ما همراه میشوی. شما دیوانه شدید. چرا مرا به گرو گرفتید؟ من چیکار کردم؟ تو گناه بزرگ کردی. او را از امتحان نگذراندی. برای این کار جواب بدی. با شما میگم ایستید. دمت را گیر. اکنون هر دوتان همراه ما میروید. تمام و سلام. والتر. اقرب دو. آیا ماشین را شما نداره؟ ولی اقرب رنگ ماشین سبز است. تمغه سیدن. در داخل ماشین یک اسیر و 4 تیرر ایستند. ماشین به طرف گازتپه می رود. فهمیدید؟ فهمیدیم. بسیار خوب فهمیدم. از ماشین فرا. اینجا بیا فرا. همراه من بیا. اگر صدایت را براری تو را میکشم. مرا سردید. استاد شما خوب هستید؟ استاد مرا ببخشید. من ندانستم. اینها مرا استفاده بردم. زودتر به خانه دار گفتم. زودتر. چی گپ شد؟ اینها کیستن؟ نقشه کشیدهمون رو در دانشگاه عملی کرده نتوانستیم. اما استاد را به گرو گرفتیم. آنها رو چیکار میکنیم؟ هر دو آنها رو با اجره خفا برده بندید. رو گردید. یگان کس در دانشگاه شما رو دید؟ از تعیینات مخصوص 2-3 نفر. اما از دستشون اون کار نامد.
ягон кас наменамояд. ба ҳар ҳол як аз дар берун истода назорат кунад. гуфта намешавад. шунидед? ҳар лаҳза эҳтимол аст ки биёям. ҳушёр шавед. хуб шудааст. طبق رسانه‌های کامیراهای کوچه‌ها ماشین از اینجا گم شده است. کنی رفیقان گرد و اطراف رو نظر کنیم. اطاعت. آقای صالح، در اینجا یک ماشین ایستاده است. فهم آماده ایستاده ایم. به گمانم صاحبانش در خانه دو آشیانند. عارف، خانه رو یافتیم. کجا شدیم؟ آمدند. عارف، زودتر به اینجا بیایید. خوب شده است. خانه رو یافتیم. چیکار کردید؟ 4 نفر عضو گروه تروریستان یک آموزگار را به گرو گرفتند. شاید در درون خانه بازیگرها هم باشد. به فکرم هستم. رفیقان، خانه دو آشیانه می باشد. از آشیان یکم در آمدن خطرناک است. فهمو، من و شاهین از آشیانه یکم می درویم. فهمو، ما باشیم از پهلو می درویم. رفتیم بچه ها. یگان کس هست؟ هیچ کس نیست. احمق، آنها در همین جایند. آمدند. بالا چه میآیند؟ از بالا خوب میبینی؟ سپارش شما را انتظارم. اول از نوبت دار شروع کن. آفرین کارلوس. سلام باشه کیسان. همه رو احاطه کردند. برادران، هرگز تسلیم این گروه فاشیستا ما نمیشویم. تا قطره آخرین خون میجنگیم. همتون مرا شنیدید. برای این دعوا جان خود را فدا میکنیم. استاد قسم میخورم که این خیر شدنش رو انتظار نبودم. یک بار مرا احاطه کردن. اگر از امتحان گذاشتن خواهی کمک کن تا نجات یابیم. در درون چی گپ باشد؟ صدای تیربارانی میآید. پلیس آمده است. اگر از اینجا نجات نیابیم ما را آسیب میگیرند. سپس ما را میکشند. زودتر باش. زودتر شوید رفیقان، به بنا نزدیک میشویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا مدد. اکی صالح من در درونم. فهمیدم عارف، خودت را احتیاط کن. خوب شد دست نکن. دستونت را بردار. بردار. به طرف من برگرد. برگرد. ما هم دراییم. رفیقان می دراییم. جنابان خانمان کنی زودتر درایید. اول خودم. این چرا من همیشه قفا میمونم. Есть полис! Корда тропарто! سلاحات رو پرتو! سلاح رو به من ده. بیا خودت گیر. تو چی مرا مسخره میکنی؟ از کجا فهمیدی؟ ای احمق، تو باید نزد پای من سجده کنی. این کارات خوب نه برادر. این سر در نزد تو و تو بر اینها هرگز خم نمیشود. نباشد خودت میدانی. کارلوس تو همیشه یک رفتار میکنی. اکا راست میگویی؟ باید تاکتیکای نو رو آموزن. اکا خوبتر از پیکزنی رو میآموزن. کار دیگر نداری. یک طرفیستید. نباشد گلوی این دختر را میبرم. کاردا تروپارتا نباشد تو را تیربارا میکنم. ای فاشیستا، از دستتون بلا نمیآید. چه خیل فاشیست؟ ما به دیکتاتور ها مانندیم؟ ما ماموریاتیم. برادر آنها برای ایقا انداختن فرصت میپایند. مثل مخلصان فوتبال همه جای داد و فیغان میزنند. بس کنید رفیقان، همه کاری خودش را کنند. تو را از دست ما کی نجات میداده باشد؟ تو نمیبینی که رفیق شما در دست من است؟ برای بانو فرق ندارد. دمت را گیر. سلاحات را پردار. نباشد گردن این دختر را میبرم. مایرش خوب شده است. میپرتویم. زودتر پرده. زودتر. خوب شده است. تمام. سلاحات را پرتو میگویم. بالتا با گمانم تو را میگوید. من سلاحم را پرتوفته نمیتوانم. بس کن به خاطر سومن. خدایا توبه. سلاحتان را دید. یا تو ورزش یپون ها رو میدانی؟ تو چی ها میگویی؟ عجبا کارلوس در کجا باشد؟
رفیقان وضعیت آنقدر خوب نیست. جان را به گرا میگذاریم. شما فکر خودتان را کنید. تو کی در آمدی؟ قریب میپراندمت. من تو را نشان گرفته بودم. آیا میدانی که زنده ماندن تو امر تصادف بود؟ من همین سخن را به تو گفتنی بودم. من تو را هرگز دوست نداشتم. چرا؟ امروز واقعا وقتت خندید. اما سلاحش را با زمین پرتوید. پرتوید! مایلش بپرتویم. پرتو گفتم. این خدر آدمی اکرام هستی. کاش یکی از ما کراته را میدانست. انا سلاح پراندن خواهی آمده گیر. نخواهی تو رو میپرانیم. من یک ورزشکار رو میشناسم. ای احمق اینجا بیا. تو چی حق داری سلاحی منو میگیری؟ اکنون با تو چیکار کنم؟ کشم؟ کشم؟ تو رو کشم؟ ای برادر عزیز، نمیشود، نمیتوانیم. ایسه دوستان، من میکشم. ایسه دوستان، دستی برام کشو. حاضر استاد، میکشم. زودتر. اکنون چیکار میکنیم؟ زودتر بر اومدن در کن. در درون آدم هایند. اگر ما رو ببینن زنده نمیمانند. استاد نباشه چیکار کنیم؟ بهترش کسی ندیده از اینجا باید گریزیم. سپس پلیس ها رو یافته با آنها میفهمانیم. باوری دارید؟ باید خودمان خلاص شویم. بولتا در درون چندین نفر دیگر هست. خودت را مانده نکن. رفیقان دستی او را ببندید، میرویم. زودتر فرو. رفتیم. یکی از آنها اسیر رو میگریزاند. فهمه او را دستگیر میکنم. آنها مثل ویروس در همه جا هستند. ای بی‌شرفان. ایسته دوستان، پلیس ها با ما کمک میکنن. جانی من به صاحب نیست. راه کرد. آنها را از دست دادم. اول من پراندم.
تو یک مرده را پراندی. پرتو سلاحت را! پرتو سلاحت را! پرتو میگویم! پرتو! حتی برای نفس کشی وقت نداری پرتو! خواب را به زمین! به زمین خواب را! شد ملک نفرانه! به زمین! حیاتمون سوخت با خونت را آمدند. یکی اشون میگوریزد. به زمین خواب را! نفرمین من تسلیم شدم. خواب کن دمت را گیر. به زمین خواب را. آرام باش. خدا به شما لعنت کند. خدا جزایتان را دهد فاشیستانی بی‌ناموس. خواب کن گم نزن. باقی سخنت را در زندان میگویی. اسیر را به کجا گریزاندید؟ جواب ده. من به نزد دخترم میرم. وقتی زیاد ندارم. اسیر را به کجا گریزاندید؟ شاهین یکی از آنها آموزگار را گرفته گریخت. بالت از پی وی رفت. آریخ باشد از پی یکی از آنها رفت. گبزن اینجا بیا گبزن. ایستا میگویم میپرانم ایستا. استاد التجا میکنم ایستید. هر کاری میخوای کردن گیر. من میروم. استاد شما آرام شوید. همش گذشت. نجات یافتید. سرد من را. التجا میکنم. پسرم سرده. من میروم. ای برو سرده. ای احمق گمان میکنی که میگریزی. به تو گفتم برو سرده. ایستید. اشتباه میکنید. قدیر پسرم قدیر پسرم قدیر چی کار کردی؟ این فلاکت شد. چی کار کردی؟ قدیر پسرم من یکون کار نکردم. قدیر پسرم ایست. دور شو از این ماشین. چیکار میکنی؟ دور شو. در شو از پیشم. گوشم گفتم. آدمان یاردم ماشین. ایست. با 155 زنگ زن. ایست بگویم. چی کار کردی؟ ای تو چی کار کردی؟ خدایا. قدیر خوب هستی؟ چشمت رو باز کن قدیر. چشمت رو باز کن قدیر. تو چی کار کردی؟ کارت را دیدی؟ پسر را کشتی. پسر بیگناه را کشتی. تو چی کار کردی؟ آخر او دانشجوی من بود. وای دانشجو بود. تو چی کار کردی؟ چرا به خطاگیر راه دادی؟ چی کار کردن از رو نمیدانی؟ پسری که به من کمک کردن میخواست او را پراندی. چرا پسری بیگناه رو پراندی؟
این جوان میگریزد ایستو بالتا آخر میگریزد ای بالتا آخر اون میگریزد چرا تو آرام ایستاده ای خدایا توبه شما چیکار میکنید حیات شما را نجات بدهید آیا نمیبینید پسری که پرنده کشتید همراه من اسیر بود شخص بیگناه را پروندید شما چی ها میگویید او پسر بیگناه بود رفیق تو شخص بیگناه را پروند قادر را پروند اکای عارف من چیکار کردم خیر میلش آرام شو آرام باش استاد شما راست میگویید اشتباه از طرف شما نشده باشد آخر رفیقان ما با شخص بیگناه تیر نمیپرانند من انینم رفیق تو دانشجوی مرا پروند خدایا من چیکار کردم اکای عارف یکان چی گویی اکا من چیکار کردم خدایا من چیکار کردم آیا پیش از پراندن او را آگاه کردید؟ با تو میگویم آیا پیش از پراندن جوان را آگاه کردید؟ حالا او چیکار کردنش را نمیدوند لطفاً وضعیت او را هم فهمید باید هرچه زودتر با دادستان و مدیر امنیتی کل این خبر را رسانیم آقای مفتش چرا اینقدر به او فشار می‌آورید؟ شوهر شما ساوان یک جوان 20 ساله را کشته است اگر زحمت نشد به یک دو سوال جواب دهید آقای مفتش شما چی ها گفته ایستاده اید؟ کارلوس عارف برادران با من بیایید نباشد نافهمی زیاد می شود اینها را بینید در دست همه اینا سلاح است مملکت را به شتات تگزاس امریکا تبدیل دادند بالتا برادر خودت را به دست گیر اگر به سوالهای او جواب دهی کارمون آسان می شود بالتا جان قربانی تو شوم به سوالهای او جواب ده بگو که صحف شده است آخر تو قصدی رزاندن خونی او را نداشتی جناب گوش کنید شما را خوب میفهمم شما وظیفه خود را اجرا دارید اما تو حال کار انیق نشده است جسد مرده را هنوز نیافته ایم در وقت نوشتن با دقت باشید اگه خبر را دیدی؟ چگونه خبر را؟ قادر چنکچی که امروز تصادفاً از طرف کارمند تعیینات مخصوص پرونده شد این سال دانشگاه را ختم میکرد خبرنگار ما با مادر غمزده میت صحبت کرد و حال مادر قادر چنکچی خوب نبود آخر این جسدی وی پسر نیست؟ اکا آنها خبرها را از کجا میگرفته باشند؟ کی با آنها خبر میدادند؟ ظریف باز کی میشد؟ همش عیان است گروه تروریستان این پس فطرتانی رذیل از یگان بی‌شرفی و بی‌ناموسی شرم نمیدارند اکا من حیران شدم برای پسری مردگی غمگین شوم یا به کاری کرده بالتا اصلا همه آنها را یافته یک تا کشتن لازم همین خیل گمان داری؟ خداوند همه آنها را هدایت کند آمین از روی حادثه ناخوشی که امروز رخ داده بود شکایت زیاد آمد سردار امنیت آید این مسئله کفت و کاب را ادامه داده ایستادند
اکنون تعینات مخصوص یک ماه دیگر به خود نمیآیند. فهمیدند که با ما سر به سر شدن چگونه بوده است. نباید آیله او را آرام گذاریم. او برای ما لقمه تیار است. راست میگویی. اومدی کار را بین. نقشه ما چگونه بود و چه خیل شد. این واقعه کار ما را بسیار قلای کرد. اما یک مشکلی می باشد. ایدین تا حال در دست آنهاست. باز همه را نقل نکنید. ایدین هرگز سیری ما را نمیکشد. من او را سالهای دراز میشناسم. او بسیار جوانی جسور است. گفتنی که او با ما خیانت نمیکند. از خودم شبهه دارم و از ایدین نه. انا نگاه کنید. مادری قادر را نیز یافتم. بابا در نزد ما مادری قادر می باشد. مادری غمزده بسیار اشک چشم می وای 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 وای. از این خبرنگاران ترسیدن در کار. خانم گفتنیه دارید؟ آخر چی گویم؟ دخترم چی گویم؟ با قادر همیشه هر صحبت داشتم. مادر جان گفت. مادر جان ختم میکنم گفت. نیت اشتراک در مراسمی ختم کنی و داشتم اما با جنازه اش آمدم. دیگرم میسوزد. از این فرصت خوب ما باید خیلی خوب استفاده بریم. تعینات مخصوص حتما نقشه دارد. برای آنها سورپریز آماده میکنیم. میگویند که پسرت مرده است. نباشد جسد او را به من دهید آخر آن بار او را میخواهم ببوسم اما جسدش نیست. دخترم آخر من به کجا روم؟ دردم رو به کی گویم؟ داد زدم ایستید گفتم. 2 نفر بودند. به ما خبر دادند که 1 نفر اسیر بود. گمان کردم تروریست بود. فکر کردم آموزگار رو میگریزاند. آیا در دستش یگان چیز بود؟ ندیدم. اما با چیکار آواره بود. گویا یگان نیتی داشت. تو همیشه گمان کرده میپرانی. برادر این خیلی نیست. شوهری من پلیسی سابقه دار است. حتی به مورچه ضرر نمیرساند. یک دم خاموش استید. گناهکارید و باز زوری میکنید. این خودش چی گپ؟ هر کسی که به دستش سلاح گیرد خودش را کیم که گمان میکند. همه شما یک هستید. گوش کن برادر. همه‌اش عیب من شد. من گناهکارم. او گناهی ندارد. هر گپی داری به من بگو. رجب آرام شو. التجا میکنم. آرام شو. بالتا آرام شو. بالتا اینا چی میگوید؟ فاطمه آرام شو. ببین همسرم در بلا مونده است. نگران نباش همش خوب میشود. رجب در کجاست؟ قاتلی پسرم در کجاست؟ در کجاست میگویم. او رو به من نشان ده. اپا یک دقیقه ایستید. پسرم رو کشته. چرا او رو کشته؟ آخر او چی گناه داشت؟ آیا آموزگار بودن گناه هست مگر؟ کی او را کشت؟ تو کشتی پسرم را؟ از برای خدا گپ زنه یا تو کشتی او را؟ تو کشتی؟ کی این کار رو کرد؟ به من گوید چرا این کار رو کرده؟ قادری من مورچه را آزار نمیداد. چرا او رو پرانده؟ چرا؟ اپا اونا نپراندم. من پراندم. هر گپی داشته باشید با من گویید. چرا این کار رو کردی؟ قادری من مورچه را آزار نمیداد آخر. چرا او را پروندی؟ چرا؟
اشتباه شد. من گناهکارم. کاش دستایم میشکست. پسرک تو رو نمیپراندم، اما کارش نگه شد. پسر جان چی شد پا؟ یاری ده. خدایا من چیکار کردم؟ بولتا جان آرام شو. من چیکار کردم؟ آرام شو بولتا جان. تو یکان کار نکردی، یکان گناه نداری. کمک کنید. بیا برادر، بیا برادر. بولتا جان آرام شو. بیا برادر. بیا رویت را با آب بشوی. بیا با بیرون برآمده هوای تازه گیر. آرام شو. رفتیم بولتا جان، رفتیم. آخر دیدید که در یک لحظه بی اهمیتی چی حادثه‌ای به میان آمد. گوش کن برادر، من آدمی خونسرد و عصبیم. گفته نمیشود اینقدر فشار زیاد به سری ما نار. چی مرا تهدید میکنی؟ تو خودت کیستی؟ عارف برادر چیکار میکنی؟ دوستان را بالای سر میکنیم اما دشمنان را نیست و نابود. امروز سری همه ما در بلا گرفتار است. باز حیات تو را نیز در خطر نگذاریم. منظوری من این بود. گوش کن برادر، چنانی که میبینی همه ما عین حال در غضبیم. تو باشی غضب ما را دوچند میکنی. اگر کارت را تمام کرده باشی برآمده رو، ما به قرار داده ای تو راضی میباشیم. نگران نباش، میدانم چیکار کنم. رو از اینجا گفتم، رو دف شو. هر کاری که بخوای کردی. رو از اینجا. آرام شو. چی حیاتت رو برباد دادنی هستی؟ چی حیاتی بالتا زد؟ چی حیاتی من؟ آیا فرق دارد؟ فرق دارد؟ البته فرقش نیست. چی حال دارید؟ خوب هستید؟ دخترم چقدر خوب باشم. آخر بین حتی پسرم صاحبی کفن نشد. صبر کنید، برای این سخن ها رو گفتم بر وقت است. از شما یعنی هیچ چیز نمیخواهم. برای پسرم یک مزار دهید خلاص. یک سنگ مزار برای قادری بگناه. اقلا با این کار مرا تسلا دهید آخر. باید اگون کار کنیم. باید اگون کار کنیم، اما چی کار کنیم نمیدونم. بولتا کمی صبر کن. خودت را به دست گیر. صبر کن، همش خوب می شود. برادر، در مرافعه بیگناه بودن تو اثبات می شود. اکا من از حبس نمی ترسم. من فکر آن زن را دارم. من به او چی میگویم؟ در تقدیرم آمده است برادر. خیر چیکار کنیم؟ هرچی به سرمون آید میبینیم. رفیقان، نمیخواستم که این خبر را به شمایان رسانم، اما دستور مدیر امنیتی کل می باشد. بخیر از آقای مدیر. بولتا پسرم، باید تا خاتمه یافتن این پرسش سلاح و حجت‌های تو را بگیرم. خدایا سردارم، آیا یگون امکانی ندارد؟ نه عارف، امکان ندارد. جورا گوش کن، این کار بسیار دراز دوام نمی کند.
من این را همیشه مثل فرزندم می‌دانستم. آیا انسان با آسانی از فرزندش جدا می‌شود؟ این رو گیرید. مالتا جان بالتا برادر بس کن. مالتا جان گریه نکن. نه برادران بس کنید. باید یکون کاری کنیم. رجب مالتا جان خیاری با کجا میروی؟ مالتا حاضر میآیم. عاقبت این کار بخیر نیست. به شما گفتم. راست میگی یکا. آرام شو. رجب مالتا مالتا آب می نوشید. مرحمت. ابا جو زوری و تولا میکنم. مرا ببخش. در این دنیا چگونه بودنی عذاب دوزخ را فهمیدم. جزایم هرچی باشد راضیم. تقدیرم هرچی باشد من راضیم. ما هم به تقدیر باور داریم. و سرمون هر بلایی آید. از تقدیر ببین تو رو با یک شرط میبخشم. هرچی میخواهی گوش دارم. پسرم رو به نزدم بیار. پسرم به مزار نماند. اقلا این کار رو برایم بکن. اپا وعده میدیم او رو میارم. رفیقان وعده میدید؟ وعده میدیم. وعده میدهیم. وعده میدهیم. شما نگران نباشید. وعده میدیم. اپا جان به خواست خداوند او رو میابیم. نگران نباشید.
آیا شما در اینجا یگان خانه دارید؟ نه، در استانبول هیچ کس ندارم. بیایید به خانه ما رفته امشب مهمان میشوید. شما را تنها نمیگذاریم. من را میبرم، با من بیایید. یا بولتا جان، چی؟ بولتا با صبر باش. آقای عارف پسری که جستجو داره در اینجاست، اما مرا ندیدی و نمیشناسی. خواطر نشو صادق، به هیچ کس نمیگویم. اینجا بوده ای؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ با تو کاری مهمی دارم. صادق، میگویند که کامیراها ویران شدند. بله اکا، بعد از 5 دقیقه ویران میشوند. 1 دقیقه ادوکاتی من آمده است. وای کی می آید؟ شعر در جایت. با ادوکاتی تو صحبت کردم. یک چند مدت تو در اختیار من خواهی بود. چی تو دیوانه شده ای؟ من با دیوانه ها مانندی دارم؟ با دیوانه ها مانندی دارم! گپ زن! آدم های شما جسدی خادی را به کجا بردن؟ گپ زن! نمیدانم. بهترش به خاطر بیار. گپ زن! گپ زن نگویم! گپ زن! گپ زن! گپ زن نگویم! با تو یگان چیز نمیگویم، فهمیدی؟ از من یگان حرف نمیشنوی. از بالایت شکایت میکنم، مینویسم. پلید! بی‌ناموس! به خوبی گپ زن تا دهانت را نشکنم. نباشد دهان و بینیت را میشکنم. بدتر میشود. پلید! یگان کار کردن نمیتوانی. این بازیچه زور بودگیست؟ این را برای ترکیش کوهی استفاده میبرند. بسیار خوب. این را به مزاری قادر گذارید. اول باید مزار را آماده کنید. این طرف کار من حل میکنم. البته مزاری را میکوبند. اون وقت باز اون بازی آغاز مییابد. با کثافتی شما یک جوان مرد. یکی از رفیقان ما اشتباهاً قاتل شد. آیا گمان میکنید که حساب این را نمیپرسم؟ حساب این کاری کردن تو را نمیپرسم. گپ زن بشرم بی‌ناموس. گپ زن! اگر دادم هم نمیگویم. گوش کن. گپ زن نباشد از اینجا زنده نمیبرایی. گپ زن میگویم. گپ زن! ایست نکن. نباشد گپ زن. در کجایند؟ در کجا پیدا شدند؟ گپ زن! در انبار میباشد. در محله سریگزی. در آنجا میباشد. فهمو، تو هم همراهی من میروی. رفته آنجا رو نشان میدهی. فهمیدی میگویم؟ فهمیدی؟ فهمیدم. صادق! اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردانی از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمربستن ابرمردانی از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی حمدانی، جامی، بیدل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده
ҷаҳони маънавии аҳли башар ро мунаввар сохтанд. оинаи ибрат. ёри мардони худо бош. студияи ҳамсадо бо мақсади рушди маънавиёти мардум ва омӯзиши ҳаёти ибратомӯзи бузургон ҳар ҳафта порчаеро аз ҳаёти онҳо пешкаши шумо хоҳад кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо.